بریم ببینیم که این آقای کوچک چی کارها کرده و چقدر زن دارد. پولدارترین و پرزنترین مرد کوچک دبی. این آقا که میبینین 90 سانتی قدش است و یکی از بزرگترین پولدارهای دبی است و از کوچکترین دارایی‌هایش میشه 6 تا برج فوق‌العاده لوکس که دارای 100 طبقه به ارتفاع 600 متری است نام برد. همچنان مالک لوکس‌ترین خودروهای شخصی سازی جهان می باشد، مثل بنزلی، اودی می باشد و این آقا 10 تا زن دارد که هر کدامشان ملیت مختلف دارد، به ترتیب عربستان، روسیه، بریتانیا، ترکیه، برزیل، فیلیپین و اوکراین، کانادا می باشد که 4 تا زن این آقای کوچک در حال حاضر باردار هستند و در انتظار شاهزاده های این آقا هستند. شما نظراتتان درباره این آقا چیست؟ نظراتتان را برایم کامنت کنین و منتظر ویدیوی بعدی هم که دیدنی ترین و جالب ترین از این است باش.